بنابراین چیزی که برای یک نفر که میخواد با گذشته خودش چیز بکنه معذرت. شما در بخش اطلاعات اشتباه پاسداران بودید و معلوم نیست به کارایی کردید. کار شما معذرت خواهی به خاطر جنایت‌ها و به خاطر 20 سال همراهی شما با رژیم جنایت بوده. تا بعد بقیه حتما گنجی در روز 11 بهمن 1338 در کوی 13 آبان شهر ری به دنیا آمد. وی در دوران انقلاب از فعالین انقلابی بود که بعدها با تشکیل سپاه پاسداران به آن پیوست. اکبر گنجی از مخالفین ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بود. وی در سال 1362 در یک سخنرانی علنی در پادگان ولیعصر و در حضور محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به سیاست ادامه جنگ اعتراض کرد و آن را بیفایده دانست. اکبر گنجی در همان سخنرانی که باعث بحرانی در سپاه شد، فرماندهی سپاه از جمله محسن رضایی، محسن رفیق دوست، ذوالقدر و زیبایی نژاد را متهم کرد که سپاه را آلت دست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کردند و با نیروی نظامی سپاه کار سیاسی می‌کنند و خواستار برکناری فرماندهی سپاه شد. این سخنرانی که با استقبال نیروهای لشکر محمد رسول الله مواجه شده بود و باعث تنش میان آنان با فرماندهی سپاه شده بود، واکنش شدیدی در سپاه در حال جنگ ایجاد کرد. دادستانی سپاه این برخورد را تمرد در شرایط جنگی دانست و برای گنجی خواستار اشد مجازات یعنی حکم اعدام شد. اما با وسادت آیت الله منتظری و یوسف صانعی این موضوع منتفی شد. اکبر گنجی در سال 1363 از سپاه استعفا داد و از آنجا نیز بیرون آمد. او بعد از کنار رفتن از سپاه چند سالی رابط فرهنگی سفارت ایران در ترکیه بود و همچنین او با اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری مانند سعید حجاریان که بنیانگذاران اصلی وزارت اطلاعات بودند ارتباط داشت که گاهی باعث شده بعضی وی را از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدانند. خود او هر گونه حضور و ارتباط با وزارت اطلاعات را تکذیب می‌کند. با پایان جنگ و پس از ورود به دانشگاه از اوایل دهه 70 گنجی به حلقه کیان پیوست. حلقه‌ای که پس از جدا شدن خاتمی و شمس الواعظین و اعضای چپ مذهبی گرداننده روزنامه کیهان از آن نهاد به نشریه کیان روی آوردند. در آنجا عبدالکریم سروش، روشنفکر دینی مشهور ایرانی که در آن زمان از استادان این جریان و همچنین یکی از مؤثرترین اعضای نهاد انقلاب فرهنگی بود، آنان را به لحاظ فکری تقویه می‌کرد. با پیروزی محمد خاتمی در 2 خرداد 1376 اکبر گنجی و تعدادی از انقلابی‌های پشیمان به نام اصلاح طلبان فعالیت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی را در پی گرفت. اون دوستمون سوال کردن در مورد مسئله آیت الله منتظری. اجازه بفرمایید من چند تا نکته بگم. در مورد مسئله آیت الله منتظری بنده خودم یکی از کسانی بودم که از اول معتقد بودم برخوردی که با ایشون میشه برخورد منصفانه عادلانه نیست و حق ایشون زندانی کردن ایشون در منزلشون غیر قانونیه و این چیزی است که من از سالها پیش نوشتم، نوشته‌هاشم وجود داره، چاپ شده، تاریخ داره. شما اگر به روزنامه‌ها، به مقالات، اولین باری که ایشون رو زندانی کردن در خونه‌شون حمله کردن ما که ایران 50 نفر اطلاعیه دادیم. همون موقع بسیاری از دوستان ما بازداشت شدن. از روز اولی که ایشونو بازداشت کردن در منزل خودشون اصلا ایشون حمله شد ما اعتراض کردیم. البته بنده ممکنه عقاید آیت الله منتظری رو به دلیل که سنتی قبول نداشته باشم ولی از آزادی ایشون دفاع میکنم. اگر ما خواهان دموکراسی هستیم این دموکراسی برای همه است، هم با ریش ها هم بی ریش ها، هم با حجاب ها هم بی حجاب ها. این نمیشه. کسی که میگه آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه این دموکرات نیست و کسی هم که عکسشو میگه دموکرات نیست. آزادی اندیشه یعنی اینکه همه باشن، همه
حکومت دموکرات به لباس پوشیدن مردم کاری نداره، به افکار مردم کاری نداره، به زندگی خصوصی مردم کار نداره. شما هنوز به قدرت نرسیدید، دارید بعضی ریش و پشم رو روشن میکنید، بعضی حجاب رو روشن میکنید. اصلا شما اون دوست بزرگواری که میاد اینجا و به خانم کار میگه که شما به دلیل اینکه مثلا حجاب سرتون کردید لایک نیستید، اصلا معنای لایک رو نمیدونه. حکومت لایک حکومتی هستش که تو دین مردم، تو لباس پوشیدن مردم، تو غذا خوردن مردم دخالت نمیکنه. شما چه فرقی میکنید با اون رژیمی که به زور حجاب سر مردم میکنه؟ شما میخواید به زور حجاب بردارید. ما باید بپذیریم در یک حکومت دموکرات باید بپذیریم پلورالیسم. حکومت دموکراتیک حکومت پلورالیستیکه، یعنی تنوع نظری و تنوع عملی رو میپذیره. یعنی اکبر گنجی پس از شرکت در کنفرانس رسوا کننده برلین، پس از بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران در مورخ 3 اردیبهشت 1379 دستگیر شد. گنجی پس از آزادی از زندان از کشور خارج شد. وی طی سخنانی مبانی اسلام و شیعه از جمله فقاهت و امام زمان را زیر سوال برد. ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که قرآن کلام خدا نیست و معتقدیم که زاییده ذهن بشره و امام 12 هم اصولا وجود نداره. متکلمین مسلمان و فقهای ما خداشون پادشاه جهانه، یعنی یک پادشاهی هستش منتها تو آسمان هاست. همونجوری که پادشاه زمینی بر جهان حکمرانی میکنه، اون بر تمام جهان حکمرانی میکنه. فرستاده هایی داره، سخنانی داره، یه در رو تنبیه میکنه، یه در رو تشویق میکنه، پارتی بازی میکنه، دوست داره، دشمن داره. دقیقا یه پادشاه آسمانی هستش. این خدای فقیهان مسلمان هستش. در مورد امام زمان، در مورد امام زمان 2 نکته رو باید توجه کرد. نکته اول اینه که شیعیان تا قرن 4 و 5 ائمه شیعه رو آدم‌های خوبی می‌دونستن. اینا رو عالمان، علمای ابرار می‌دونستن. این چیزی که شیعه امروز میگه که اینها معصومند و اینها علم غیب دارند، این چیزهایی است که قرن 5 به بعد ساخته شده. لذا شیعیان اولیه هم دوره ائمه ما و تا چند قرن بعد اینا رو یه آدم‌های عالم بزرگوار دانشمند پاک می‌دونستن. همین، نه معصوم، نه واسطه فسق. اندیشه مهدویت این اولا در ادیان گذشته بوده، در یهودی بود، در دین یهود بوده که اونا مسیح اومده، در دین مسیحیت بوده، در اسلام هم از همونجا گرفته شده. و شیعیان هم در از گذشته 14 قرن تا کنون حتی یک دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام 12 وجود داشته باشه. اسلام فقیهانه یک اسلام بزن بهادره که به زور میخواد شریعت رو تو جامعه اجرا بکنه، دست میخواد قطع بکنه، سنگسار میخواد بکنه، تازیانه میخواد بزنه و به زور اینو میخواد اجرا کنه. یعنی فقیهان بنیادگرا معتقدن که فقه و به زور باید در جامعه اجراش کرد و از خشونت هم برای اجرای این استفاده کنن. حکم محارب میدن، حکم ارتداد میدن و این احکامی که میدن. اما به لحاظ سیاسی بنده و دیگر روشنفکران دینی دقیقا معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستیم و یک دولت دموکراتیک به نظر من یعنی دولتی هستش که سکولاره و سکولاریسم در اینجا 5 تا معنی داره. 1، دولت یک نهاد زمینی است، نه نهاد آسمانی قدسی نیست. 2، دولت مجری احکام عقل و عرفی است، نه شریعت. 3، روحانیت هیچ حق ویژه‌ای برای حکومت کردن نداره. 4، دولت سکولار دموکراتیک دین نسبت به ادیان مختلف بی‌طرفه. اولا پیداست گوینده خبر نداره از مباحثی که در این زمینه ها هست. بحث اسمت ائمه، حتی نام ائمه به مشخصات توسط خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله مطرح شده، معرفی شدن و شما میتونید حتی نام امام عصر به عنوان مهدویت مثلا گاهی گفته میشه که در ادیان گذشته بوده و اینها. نگه اهل مطالعه باشیم کتابای زیادی در زمینه هست، مثل کتاب شریف منتخب الاثر جناب آیت الله صافی دامت برکاته که کتابی است که درباره بیانات پیامبر اکرم درباره حضرت امام عصر حتی با مشخصات و اسم و نام و بعد ائمه اطهار هر کدام تک تک ایشون رو معرفی کردن و حتی گفته شده که ایشون مثلا چندمین فرزند
امام علی چندمین فرزند امام مجتبی، مثلا امام حسین سلام الله علیه چندمین فرزند امام سجادن. اینا هست، یعنی چیزیست که اگه کسی یه کمی اهل تحقیق باشه، بحث عصمت ائمه علیهم السلام و خود انبیاء الهی مراجعه بفرمایید کتاب اصول کافی، اصلا باب الحجت درباره حجت، ویژگی های ائمه اطهار امامان ما مفصل هست. روایات بسیار زیادی در این زمینه هست که ائمه علیهم السلام معصوم بودن و معصومن. حالا برخی زمان خودشون هم قبول نداشتن یا بعدش قبول نداشتن. خب بله، بالاخره کسانی که کربلا میان امام حسین این شکلی میکشن، پیداست امام حسین این شکلی قبول ندارن و اگه قبول داشتن که اینطور نمیکردن. کسانی که امام مجتبی سلام الله علیه رو رها میکنن میرن دنبال معاویه، خب پیداست اینا امام رو امام نمیدونن. کسانی که در زمان امام علی حکمیت رو مطرح میکنن و حاضر میشن که دو نفر دیگر بنشینن حق و باطل رو معرفی کنن، پیداست ایشون معیار حق و باطل نمیدونن، که چیز نوعی نیست. خیال میکنن با اینطور حرفا طرفی میبندن. البته به اعتقاد من هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، بچه ها بیشتر تحقیق میکنن، جوان ها بهتر مسائل رو میدونن و آقایون علما هم موظفن بهتر و بیشتر و دقیقتر وارد این مباحث بشن. ما اصلا مرد استدلال و بحث و تحقیق و پژوهش و فحص و تفحصیم. این نیست که با گفتن، ببینید من یک کلمه‌ای بگم، این نکته جالبه، یکی مثل پروفسور کوربن که اصلا ایرانی نیست، یک آدم فرانسوی است، اصلا مسلمان هم نیست، یک شخص مسیحی است. وقتی که میایه اینجا با مرحوم علامه طباطبایی آقایون بزرگواری مثل ایشون نشست برخواست پیدا میکنه، بعد در سمیناری که در مشهد مقدس شرکت میکنه درباره امام عصر، شما ببینید اصلا بحثی که میکنه چقدر قشنگه. من خلاصه میگم اینو در چند دقیقه که هر کس میشنوه بیشتر دقت کنه در این مباحث. ایشون میفرما که با رفتن حضرت از دنیا رفتن حضرت موسی، یهودیت ارتباطش با خدا تعالی قطع شد. با رفتن عروج حضرت عیسی همین اتفاق افتاد برای نصارا. با رحلت پیامبر اکرم همین اتفاق افتاد برای مسلمانان. تنها امتی که هنوز ارتباطش با خدای تعالی هست و باید هم باشه، اگه نباشه قابل دفاع نیست، شیعه 12 امامی است که معتقد امام عصرش زنده است. یه بحث علمی است این، نه یک بحث تقلیدی و اینها. حالا شما اگر اهل به اصطلاح تحقیق و پژوهش بیشتر باشید، چرا واسطه فیض لازم است؟ چرا باید؟ گنجی همچنین پس از انتخابات سال 1388 اقدام به سخنان جنجالی کرد. اکبر گنجی در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی از جمله پایگزاران گشت‌های امر به معروف در خیابان ولیعصر بود. بعدها گفته شد اکبر گنجی اقدام به برخوردهای بسیار خشن با افراد بد سرکوب شده. الان شما شاهد اعتراض نیستید. یکی از اشکالای کار این بودش که جنبش سبز خودش رو با اعتراضات خیابانی تعریف میکرد، صرفا ردیوس میکرد، تحویل میکرد خودش رو با این. لذا اعتراضات صرفا نمیتونه نمایان بشه در یک تاکتیک، اونم تاکتیکی که از پیش به شما میگید و رژیم آمادگی پیدا میکنه برای مقابله با اون نحوه از تظاهرات خیابانی که شما اعلام میکنید در فلان روز در فلان تظاهراتی که مثلا روز قدس که شما رژیم برگزار میکنید، بنده میام تو اون شرکت میکنم، از اون به نفع خودم استفاده کنم. اون رژیم هم وقت داره که اونو سرکوب بکنه عقب. لذا باید به اشکال دیگه از بروز اعتراض سیاسی فکر کرد. این اشکال وجود بره و کاملا هم مشهوده چه اشکالی هستن. مهم اینه که رهبری جنبش، رهبران جنبش به اون فکر بکنن و بخوان از این تاکتیک‌ها استفاده بکنن و تا حالا چنین فکری نکردن یا چنین تصمیمی تا حالا گرفته نشده. یکی از دلایلش میتونه این باشه. اکبر گنجی در مقاله پیروزی موسوی یا تقلب در انتخابات با نقل اظهارات برخی چهره‌های سیاسی یا احزاب اصلاح طلب تاکید می‌کند هیچ کدام از آنها از پیروزی قطعی موسوی در دور اول انتخابات سخن نگفتند و حتی برخی از چهره‌ها چون مصطفی تاجزاده به جای تقلب از مفهوم کودتای مخملی استفاده کردند. به عقیده آقای گنجی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم هیچگاه از تقلب در انتخابات سخن نگفته، اما به خاطر ابهام خواستار همه پرسی شده است.
در مقاله اکبر گنجی با اشاره به دیدار نمایندگان کاندیداها و با